نجات دهندگان تاجیک در ترکیه 4 نفر را زنده از تگ خرابه ها بیرون آورده اند. پلیس ترکیه 12 نفر را بر اثر فرو ریختن بناها از پی زمین لرزه شدید بازداشت کرده است. در ولایت سوغدی تاجیکستان 18 مکتب در حالت صدموی قرار دارد. هشداری اگنتی هواشناسی تاجیکستان از یخبندی و خطر فرآمدن ترمه در شاهراه‌های کوهی جمهوری. در روزهای اولی کار در شهر قهرمان مرشی ترکیه، نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان 2 نفر را زنده از زیر ویرانه ها بیرون آوردند که یکی طفل 6 ماهه بود. گفته می شود این 2 نفر زیر ویرانه ها مدت 6 روز زنده مانده بودند. پدر با فرزندش به بیمارخانه انتقال داده شدند. همچنین نجات دهندگان تاجیک روز 12 فوریه در شهر قهرمان مرشی ترکیه باز یک پسر بچه را با نام یوز از زیر خرابه های بناهای فرو ریخته نجات دادند. در این باره خبرگزاری انادولو خبر می دهد کودک بیش از 150 ساعت را در زیر خرابه ها سپری کرده است. آدمانی که نزدیک خرابه‌زار قرار داشتند کودک را با نداهای خرسندی پیشواز گرفته زیر کفکوبی پرموج او را به ماشین یاری تعجیلی گسیل کردند. علاوه بر این، نجات دهندگان تاجیک پس از 151 ساعت زمین لرزه از زیر خرابه های بینای نو آشیانه کودکی زنده مانده 4 ساله را بیرون گرفتند. عملیات با یاری دستگاه های مخصوصی آشکار کردن آدمان زیر ویرانه ها گذرانیده شد. کودک به بیمارستان انتقال داده شد. متاسفانه همچنین در جریان کارهای نجات، امدادگران کمیته از زیر ویرانه های خانه های استقامتی 78 جسد را نیز بیرون آوردند. سلیمان سویلو، وزیر کارهای داخلی ترکیه، که روز 11 فوریه از منطقه های آفت زده دیدن کرد و بعد آنکه به نتیجه فعالیت امدادگران تاجیک آشنا شد، به آنها اظهار سپاس کرد و از نتیجه فعالیتشان ستایش نمود. گفتنی است شمار قربانیان 2 زمین لرزه مدهش در ترکیه الکی به حدود 30,000 نفر رسیده است. مطبوعات محلی ترکیه روز شنبه گزارش داد که پلیس ترکیه 12 نفر را بر اثر فرو ریختن بناها در ولایت‌های جنوب شرقی غازی‌انتب و شلن اورفه در پی زمین لرزه شدید در ترکیه بازداشت کرده است. بنا به اطلاع خبرگزاری DHA، در میان بازداشت شدگان پدرچیان ساختمان نیز بودند. بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه‌ای در ترکیه که دست کم 6,000 بنا فرو ریخت و نزدیک به 30,000 نفر کشته شدند، باعث قهر و غضب اهل جمعیت به صفت پست منزل گردید. فؤاد آکتای، نایب رئیس جمهور ترکیه، به خبرنگاران گفته که دادستان‌ها در رابطه به ساختمان این بناها 113 دستور بازداشت مسئولین ساختمان بناها را صادر کرده اند. بنا به اطلاع منبع از افرادی که روز شنبه بازداشت شده اند، پدرچی ساختمان در غازی‌انتب بوده است که پلیس او را در استانبول بازداشت کرده است. دادستان‌ها در ولایت‌های آسیب دیده از جمله قهرمان مرش که منطقه مرکزی زمین لرزه بود تفتیشات آغاز کردند. وزارت عدلیه ترکیه به دادستان‌های 10 ولایت امر داده است که شعبه‌های ویژه برای تحقیق جنایت‌های مربوط به زمین لرزه تأسیس دهند. پلیس روز جمعه پدرچی ساختمان یک بنای بلند آشیانه در ولایت حطی را نیز بازداشت کرد. او در فرودگاه استانبول هنگام کوشش ترک کشور بازداشت شد. در ولایت سوغد تا حال مؤسسه های تعلیمی در حالت صدموی قرار داشته فعالیت دارند. قسمی از آنها برای برقرار نمودن کارهای ساختمانی را آغاز کردند، اما در 7 عدد مکتب های قلمروی ولایت تا حال ساختمان یا لایحه وجود ندارد. در 11 عدد بناهای تعلیمی صدموی کارهای از نوسازی آغاز شده است. در این باره مدینه نبیزاده، سردار ریاست معارفی ولایت سوغد، در نشست مطبوعاتی خود به ژورنالیستان اطلاع داد. نبیزاده گفت سال تا سال صفی مکتب‌های صدموی در ولایت کم گردیده ایستاده است، لیکن ما کوشش می‌نماییم که لایحه از نوسازی همه مؤسسه ها را طرح‌ریزی کنیم. عین زمان در ناحیه‌های ولایت 18 عدد مکتب‌ها در حالت صدموی قرار دارد و خوانندگان در آنها تحصیل می‌کنند. بنا به معلومات‌های آماری در ولایت سوغد 946 عدد مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت دارند که نزدیک 2% مکتب‌ها صدموی می‌باشند.
агентии ҳавошиносии тоҷикистон аз яхбандию хатари фаромадани тарма дар шоҳроҳҳои кӯҳии ҷумҳурӣ дар давоми 2 рӯзи оянда ҳушдор додааст. дар шоҳроҳҳои кӯҳии ҷумҳурӣ яхбандӣ пешгӯӣ мешавад. ба иттилои манбаъ, то пагоҳ дар минтақаҳои кӯҳии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хатари яхбандӣ вуҷуд дорад. ҳавошиносон инчунин аз хатари фаромадани тарма дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ, махсусан дар қисмати километрҳои 4479 ҳушдор додаанд.